مردی به پیامبر خدا حضرت سلیمان مراجعه کرد و گفت: ای پیامبر، میخواهم به من زبان یکی از حیوانات را یاد دهی. سلیمان گفت: توان تحمل آن را نداری. اما مرد اصرار کرد. سلیمان پرسید: کدام زبان؟ جواب داد: زبان گربه ها، چرا که در محله ما فراوان یافت می شوند. سلیمان در گوش او دمید و عملاً زبان گربه ها را به او آموخت. روزی دید 2 گربه با هم سخن می گویند. یکی گفت: غذایی نداری که دارم از گرسنگی می میرم. دومی گفت: نه، اما در این خانه خروسی هست که فردا می میرد. آنگاه آن را می خوریم. مرد شنید و گفت: به خدا نمیگذارم خروسم را بخورید. آن را خواهم فروخت. و فردا صبح زود آن را فروخت. گربه آمد و از دیگری پرسید: آیا خروس مرد؟ گفت: نه، صاحبش آن را فروخت. اما گوسفند نر آنها خواهد مرد و آن را خواهیم خورد. صاحب منزل باز هم شنید و رفت گوسفند را فروخت. گربه گرسنه آمد و پرسید: آیا گوسفند هم مرد؟ گفت: نه، صاحبش آن را فروخت. اما صاحب خانه خواهد مرد و غذایی برای تسلی دهندگان خواهد گذاشت و ما هم از آن می خوریم. مرد شنید و به شدت برآشفت. نزد پیامبر رفت و گفت: گربه ها می گویند امروز من خواهم مرد. خواهش می کنم کاری بکن. پیامبر پاسخ داد: خداوند خروس را فدای تو کرد، اما آن را فروختی. سپس گوسفند را فدای تو کرد، آن را هم فروختی. پس خود را برای وصیت و کفن و دفن آماده کن. حکمت این داستان چیست؟ خداوند الطاف مخفی دارد. ما انسانها آن را درک نمی کنیم. او بلا را از ما دور می کند و ما با نادانی خود آن را باز پس می خوانیم. پس بر ماست که امورمان را به او بسپاریم.